Ulutan Renadila انصاف علی هدایت هستم و برنامه 122 مهندسی جهل رو با تورق کتاب دیگری به زبان ترکی تخصصی علمی قدیمی خطی و دست نوشته آغاز میکنم. بریم و ببینیم که چه کتابی رو میتونیم دانلود بکنیم. دیروز بنگ و باده مولانا حضرت فضولی رو خوندیم به زبان ترکی، خیلی زیبا بود. در نتیجه برنامه 2 ساعت طول کشید. امیدوارم امروز بتونم سریعتر این کتاب رو تموم بکنم. یک کتابی هستش که اجازه بدید باز بکنیم. کتاب Atababalar Sözü امثال ترکی یوسف آخوناهید نوشته شده. به نظر من با خودکار نوشته شده. حالا برمیگردیم نگاه میکنیم. یه صفحه اول یه حالت پنجه داره. اینجا میبینیم که روی یک کپی انگار شده. این کتاب از یک کتاب کپی شده. این در هر کجا نگهداری میشه از اصل کتاب کپی شده. روی بعضی از کلمات یا زیر بعضی از کلمات، حالا اینها رو که بخونیم متوجه میشیم که آیا زیر کلمات خط کشیده یا روی کلمات. اگر جدید باشه با خودکار باشه زیر کلمات خط میکشه. در قدیم بر روی کلمات، بالای کلمات خط میکشیدن. حالا میبینیم اینها رو. این کتاب رو گفته 26 صفحه است. من صفحه ها رو ورق میزنم. ظاهرا اعداد گذاری شده در اینجا. 1 2 3 21 دوباره 1 2 3 21. هر صفحه رو، هر سطر رو شماره گذاری کرده 21 ولی این صفحه رو نکرده. احتمالا ضرب المثل هایی هستن که در یک سطر می نویسه ولی در سطرهای بعد باب اینجا یه بابی رو باز کرده. خط بسیار جالبی داره، زیباست. به نظرم با خودکار نوشته شده. دوباره یه باب، دوباره یک باب، دوباره یه باب دیگر. خودش هم یه حاشیه اینجا نوشته، انگار یه شعر. در این صفحه 2 تا باب داریم و اینها. در هر صفحه پی دی اف هم یک صفحه کتاب جای گرفته. یعنی 26 صفحه اگر باشه واقعا 26 صفحه هست. حالا پی دی اف این رو نشون میده. اینجا هم باز با رنگ آبی میبینیم یه چیزی رو نوشته. به نظر من این خودنویس البته میتونه باشه. این قبلی میتونه خودنویس باشه، برای اینکه وقتی گاف ها رو الان نگاه میکنم میبینم یا جمع که اینجا هستش. حالا برمیگردم دوباره این رو نگاه میکنیم. اینجا آخر کتاب هست و تمت رو گذاشته. اینجا یه دستله تا هستش و 1401 مثلا. نه این نیست. اجازه بدید بزرگش بکنیم و ببینیم این به چه زبانی نوشته شده و چی هست. اینجا با یه عدد 109 مواجه هستیم. ملی کلام معنالی کلام یرا قسم برا قسم است. چی؟ اخبار و استخبار سلام. این قسمت بالا رو نمیتونم بخونم. ضروب امثال ترکیه. این اسم کتاب رو اینجور گذاشته. یه اعداد چیزی اینجا هستش، ارز و چی اینجا متوجه نمیشم. این رو بگم که این به خاطر نمیدونم گذشت زمان هست. هرچی بعضی از حروف تقریبا رنگ خودش از دست داده. باب الف بر اساس الف با این کتاب رو تنظیم کرده. 1. Allah Allah demeyince işler olmaz ya önmez. İş oldur
Allah o kare. İş oldur Allah o kare. این یه ضرب المثل هستش. At yükünür. Allah Allah demeyince işler önmez. Önmez acaba olmaz. Ön هستش یعنی پیش نمیره. Önmez. Ön ve önmek yani پیش. Önmez yani پیش جلو. İş oldur Allah o kare. İş oldur yani انجام بده کار رو Allah o kare. Allah آدم نه اود هستش او Allah o kare خدا اون کاره میشه. At yükünür. این نمیدونم یعنی چی. At yükünür. احتمالا at زیر بال هستش چی. این ادامه داره. At yükünür. İcit övünür. Yükünür. At yükünür. İcit övünür. İcit övünür. Övünmek acaba öğrenmek معنیسinde به معنی یاد گرفتن یا اینکه özgüven mənasındadır. Ulu sözün eşitmeyen uliye qalır. کسی که صدای بزرگان رو نصیحت بزرگان رو نشنوه ناله کنان میمونه. اولیه قالر. این حیواناتی که صدای او میکنن یا او میکنن مثل گرگ و سگ و اینها به صدای اینها نام صدای اینها اولاماخ هستش. به صدای گرگ اولاماخ میگیم، به صدای سگ اولاماخ میگیم، البته هورمخ هم میگیم. منتها هورمخ یه چیزیه، اولاماخ یه چیز دیگریه. اولاماخ صدایی که این حیوان مثل ناله دهنشو باز میکنه به طرف بالا و کش میده. اما هورماخ اینجوری کوتاه هستش. معمولا سگ‌هایی که به هم دیگه یا به افرادی که از راه عبور میکنن چیز میکنن به اونها نمیگن، اونها میگن هورور. اولو سوزین eşitmeyen اولیه قالار. کسی که حالا دیگه نمیخوام معنی بکنم. ایل آتان داش uzağa düşer. El atan daş uzağa düşer. این هم خیلی جالبه. At yükünür, it övünür. El atan daş ya il atan daş uzağa düşer. İlişçi yavaş gören, işini yavaş gören goşamız. işiki که نون خونده بشه احتمال میدم. işini yavaş gören goşarmış goşmak به معنی دویدن فکر کنم باشه. نمیتونه بدوه. کسی که کارش رو یواش انجام میده نمیتونه بدوه. اما مالی oğuli nişaq elər. Ata malı oğuli yanşaq elər احتمالاً. yanşaq elər. خیلی جالبه. کسی که از مال و میراثی از پدر و مادر دریافت کرده راحتی، یعنی yanşaq olar. به جای اینکه کار بکنه فقط حرف میزنه. yanşaq کسی که زیاد حرف میزنه. yanşaq دائما، یعنی بدون، میتونیم بگیم بدون استاپ، بدون همینجوری پشت سر هم حرف میزنه در مورد هر چیزی. اینک 15
granroza اولبشی aydınlıktır. حالا این من دیدی که اینک خوندم، ولی حالا که تا به آخر جمله رسیدم متوجه شدم که غلط میخونم. Ayın 15'i karanlıksa 15'i aydınlıktır. اگه 15 روز ماه تاریکیه، 15 روزش هم سفیدیه. Oğul atadan görmeyince süfre salmaz. پسر، حالا یعنی فرزند، تا زمانی که از خانوادش در خانوادش نبینه، یعنی پشت و تاریخ نداشته باشه، هویت تاریخی نداشته باشه، oğul atadan görmeyince süfre salmaz، دیگه مهمونی نمیده، یعنی که دست و دلباز نمیشه. باید پدر دست و دلباز باشه که چیز باشه، اینم بتونه، یعنی باید پشت داشته باشید، تاریخ داشته باشید، بک‌گراند داشته باشید تا بتونید یه کاری رو انجام بدید. Özünün yürürlüğünde yoldaşını ölmüş bil. Özünün yorulunda yoldaşını ölmüş. Aha, ihtimal dərəm میدم که özünün yorulunda یولداشنه ölmüş bil. وقتی که تو خسته ای، من اینجوری دارم میکنم، احتمالاً دوستت رو مرده فرض کن، یعنی خیلی از پا افتاده. aradan saymaz. aradılan saymaz. کسی که در پیش هستید حساب نمیکنه. نمیدونم یعنی چی. احتمالا یه چیز سیاسی هستش. aradılan saymaz. مثلا فکر بکنید که یک قاچاق هستش، به معنی این اهمیت نمیده. saymak اینجا به معنی اهمیت ندادن. به نظر میاد At ne kadar arık olsa onun üsttedir. İnekin üstündedir. İhtimalen اینجوری باید باشه. At ne kadar arık olsa onun üstündedir. İhtimalen üstündedir. احتمالاً این مثلا من اینک میتونم بخونم ولی آن هستش. آنın üsttedir. هر چقدر آرق یعنی چیز لاغر. At ne kadar arık olsa هر چقدر لاغرم باشه آنون üsttedir. نمیدونم این چی میشه. بالاست. این از این صفحه. بریم به صفحه بعد ببینیم که صفحه بعد هم میتونیم یه چند تا بخونیم. علی یوار dönüp yüzü yuvar. دست ها هم این دست رو میشوره و این دوتا دست برمیگردن صورت رو میشورن. یعنی به تنهایی دستت خودش رو نمیتونه بشوره. برای اینکه بتونید حتی دستتون رو بشورید باید این دستا همدیگر رو بشورن، کمک باید بکنن. و حالا وقتی اینها شستن صورتتون رو این دوتا میشورن. خیلی مسئله جالبیه. یعنی همکاری. Aşpezden gölen evine ac gider. آشپزدن küsen evine ac gider. کسی که از آشپز قهر شده باشه گشنه میره خونش. Ati istamin at göç. نمیدونم این چی میشه، نمیتونم بخونم. Atalı insanın at göç. نمیدونم این چی میشه. من اینو آتالی میخونم، حالا ممکنه یه چیز دیگه ای باشه. At göç. Almak eybidir, vermek hüner. Almak eybidir, vermek hüner. Calibe.
از یکی کمک گرفتن یا از یکی قرض گرفتن عیب هستش، اما به دیگری دادن، کمک کردن، قرض دادن هنر هستش. یه هنر از مال گذشتن داشته باشید. میخواد تشویق بکنه یاری به دیگران رو و اینکه از دیگران کمک نخواهید یا قرض و اینها نخواهید. اینجا بیشتر منظور قرضه. علیلن آچلن düğünü dişe salmamak gerek. گرهی که با دست باز میشه رو نباید با دندون باز کرد. پیچیدش نباید بکنید. این به خصوص در موضوعات خانوادگی و سیاسی خیلی مهمه. علیل آچلن düğünü dişe salmamak gerek. کاری رو که میشه با گفتگو حل کرد نباید به جنگ و دعوا و دادگاه و پلیس کشوند. İgit'te 3 nesne hünerdir. Acıb okutmak. سه صفت در یا سه چیز در نسنه به معنی شی، چیز. ایگیده در یک انسان، در یک مرد قهرمان، ایگیت جوان، کاری، قهرمان، هرچی بگیم، جنگنده، دلاور. ایگیده 3 nesne hünerdir. 3 چیز هنر حساب میشه. acub ütmek. نمیدونم، این نمیتونم بخونم. acub okunmak. Üzüp geçmek. Atıp erdirmek. این سه تا رو داره میگه. açıp okumak، کتاب رو باز بکنه و بخونه. açıp okumak در یک قهرمان یا در یک مرد قوی، در یک انسان. ایگیت اینجا به معنی مرد نیست، گرچه بیشتر به مرد گفته میشه. açıp okumak یعنی کتاب رو باز بکنه و بخونه. این یه هنره در مرد، در انسان. üzüp geçmek بتونه شنا بکنه و بگذره از آب. atıp ürmek و تیراندازی و هدف رو زدن. این جنگ دیگه. اینها از نظر ببینید در رأس این سه هنر برای یک انسان خواندن کتاب رو میگه و بعد شنا کردن رو میگه و بعد تیراندازی رو میگه. اگر دقت بکنید این برای اینه که بتونید در دنیا بمونید، زنده بمونید. Az ye bir nöker tut. میگه که پرخوری نکن، کم بخور، یه نوکر واسه خودت استخدام بکن. Az ye bir nöker tut. At topukun at götürür. At topukun at götürür. توپوک فکر میکنم که اینجا باشه، فکر میکنم، یا اینجای اسب باشه که ضربه بزنه. اون رو میگه at topukun at götürür. İllerin yaşar biler yüz. نمیدونم حالا دیگه. این بعضی از اینها رو به خاطر یه مقدار به خاطر خط، یه مقدار هم به خاطر بیسوادی من در زبان ترکی نمیتونم بخونم. بریم صفحه بعد ببینیم که
یکی دو تا ضرب المثل از این صفحه بخونیم ببینیم این کتاب خطی دستی قدیمی که خیلی هم به نظرم قدیمی نمیاد. من حالا اینو میخواستم براتون بگم که آیا این کتاب به نظر من با قلم خودنویس نوشته شده، با قلم خیلی ریز. برای چی؟ برای اینکه وقتی این مثلا واو رو می نویسه، بالای واو وقتی اون که از گردی میاد پایین نازکه و پایین که میاد کلفتر میشه. این نشون میده که زاویه نوک قلم کجه و وقتی حرکت میکنه این کجی قلم خودشو به تدریج اول نازک و بعد بلند کلفتر نشون میده. در نوشتار با خودکار که در این کتاب فکر کنم صفحه آخر بود، کجا بود، یه نوشته خودکار دیدیم، این امکان وجود نداره. اینجا صفحه تقریبا 2 صفحه مونده به آخر، 1 صفحه مونده به آخر، اگر دقت بکنید bekarlıkta اینجا مجردlikte bir eskiklik var, evlilikte min eskiklik. میگه که این چیزی که با خودکار نوشته، ضرب المثلی که با خودکار نوشته، میگه که در bekarlık در آذربایجان، در زبان آذربایجان بکار یعنی işsiz، کسی که کار نداره. در ترکیه بکار به معنی کسی که مجرد، ازدواج نکرده. میگه که مجرد در دوران مجددی یک کم و کسری هستش، ولی در دورانی که ازدواج میکنید و evli میشید 1000 تا کم و کسری وجود داره. چون کم و کسریه. خب اینم به نظرم حرف بسیار جالبیه، به خاطر اینکه وقتی دو نفر به هم، دو انسان به هم نزدیک میشن، مثلا زور من میرسه که 100 کیلو رو حرکت بدم، زور دوست منم 100 کیلو رو حرکت میده، ما دوتایی 2 تا مثلا وزنه 100 کیلویی رو میتونیم تکون بدیم، اون سومین دوست من هم میتونه 100 کیلو رو تکان بده. خب حالا فرض بکنید یه چیز 300 کیلویی هست، ما این 3 تا بخوایم رو تکان بدیم به راحتی میتونیم تکان بدیم، ولی وقتی این جدا جدا هر کدوم 100 تا، ولی اگر ما 3 تا بیایم و یک کامیون رو بخوایم حرکت بدیم که مثلا 2000 کیلوه، میتونیم حرکت بدیم، میتونیم یه سنگ 500 600 700 کیلویی رو جابجا بکنیم، برای اینکه اینجا نیروهای ما بر همدیگه اینجا سینرژی میگن، تأثیر مثبت میذاره و افزایش میده. حالا همین اتفاق میتونه در یک کار سیاسی، در یک کار اجتماعی، در خانواده هم رخ بده. زن و شوهر اگر پازیتیو باشن، مثبت باشن و کمکیار هم باشن، میتونن سینرژی ایجاد بکنن با بچه ها. اینها به جای اینکه مثلا میگم مرد میتونه 100 کیلو، زن میتونه 100 کیلو، بچه ها هر کدوم میتونه 50 کیلو رو جابجا بکنن، ولی وقتی اینا بیان دست به دست هم بدن میتونن چند تن رو جابجا بکنن. حالا اگر منفی باشن، این منفی هم همینقدر دوباره چی میشه؟ سینرژی میگیره، قدرت میگیره. یکی تو میگی، یکی من میگم، یکی بچه میگه، یکی مادر میگه، یکی پدر میگه. حالا دیگه نگاه کنید این تبدیل میشه به کوه. یعنی این خیلی زیباست. اون سینرژی رو خیلی به راحتی با ضرب المثل بیان کرده. Mücerretlikte yani bekarlıkta bir eskiklik var, evlilikte min eskiklik var. خیلی سخن زیبایی. حالا اینو نشون دادم بگم که مثلا همین الان این 2 تا خط رو من اینو خیلی بزرگترش بکنم دوستان، با اینکه من خط نویس نیستم ها، ولی نگاه کنید olmuş غرق، این رو نگاه کنید وقتی olmuş میم سین رو می نویسه، وقتی این سین اون آخرش اون داستش رو میخواد بکشه، به خاطر اینکه قلم، نوک قلم رو دوستان میدونن که یه بریدگی، یه حالت اینجوری داره، موربه. وقتی این رو میکشه، این رو میخواد دایره وار بیاره بالا، چقدر زیبا. نگاه غرق، این رو نگاه کنید خیلی بالا نازک و اینجا میاد بزرگتر، دوباره نازک.
این اون حالت قلمه. شما این رو در مثلا اولی او در اونجا نمیبینید، اولی لیکده نمیبینید، در مین اسکیک دوباره مین این رو نمیبینید. برای اینکه میخوام بگم که اینجا مثلا ایلر نگاه کنید، فرق، اشرق، حالا من دارم این اشرق خوندم، احتمالا اشرق نیست، همینجوری جمع نگاه کنید، این جمع، این دایره پایینی جمع رو نگاه کنید. این به خاطر اون به نظر من خودنویس یا قلمی هستش که ازش استفاده کرده این رو بنویسه و در این صفحه خیلی بهتر دیده میشه، برای اینکه اون قلم کلوفتر انتخاب شده. حالا یه قلم کلوفتری رو داره استفاده میکنه. خودنویس وقتی میگیم به نظر میاد که یعنی جدید، این خودنویس های جدید احتمالاً از اینها هم استفاده کرده باشه در نوشتن متن، ولی احتمال میدم که بخشی از این مطلب رو واقعا از قلم نوک‌تیز استفاده کرده و نوشته. خب این کتاب رو متاسفانه تا این صفحاتی که ما خوندیم، یکی دو تا صفحه، اسمی از این نویسنده نمیشه دید. این رو گفتم که این کتاب در اصل یه دفتریه که اصلش یه جاییه، این جایی که اینو نگه داشتن و جالبه دوستان اینجا رو نگاه بکنید. چیزهایی که در ضرب المثل هایی که در اینجا نوشته تقریبا عین ضرب المثل هایی که در آذربایجان زبانش، یعنی مثلا اینجوری چیزی که میگیم اسلامبولی خیلی فرق داره و اینا، نگاه بکنید خیلی، یعنی خیلی که نه، از هم فرق ندارن. حالا این صفحه نمیدونم صفحه چنده، بریم صفحه بعد، صفحه 3، بریم صفحه 5، چون میخواستم یک کتاب دیگر رو هم بخونم. من رابطم خیلی با ضرب المثل ها خوب نیست، با اینکه ببینید فشرده و خلاصه تجربه قرنهای چند نسل ضرب المثل ها درنچه خیلی مهمن، ولی من خیلی حوصلم نمیرسه ضرب المثل بخونم. بال tutar parmak yalar ببخشید. bal tutar parmak yalar، یعنی فکر میکنم اینجور باشه، این نون باید باشه. bal tutan parmak yalar، یعنی اون انگشتی که باهاش عسل رو برمیدارید اون رو میمکید، یعنی اگه به یکی کمک بکنید نور چشمتون میشه، عزیز میشه. بستان مصاحبت götürür. بستان یعنی باغ، جایی که میوه هست، مثلا خیار و گوجه، اینجور چیزا دیگه. میگه اونها مصاحبت götürür یا götürmez، نمیدونم اینو باید götürmez بخونیم یا götürür، هر دوتا رو میشه خوند. götürmez میشه خوند، götürür هم میشه خوند، یعنی götürür. حالا هر دوتا رو. بوستان، کسی که باغ بستان داره، میگه مصاحبت به معنی همدمی، یار و یاوری. هم götürür میشه، یعنی این گفت که اینها خلق میکنه، ایجاد میکنه، و همین که götürmez یعنی آدم خسیس میشه و نمیذاره مثلا خیلی دوست پیدا بکنه که دوستا بیان باغ و مثلا بزنن و برقصن و بخورن و تالانش بکنن. میبینید که خیلی چیزای زیباییه. بریم صفحه بعد هم یکی دوتا رو ببینیم، میتونیم بخونیم. Her elde iki karpuz tutmuş olmaz. با یه دست نمیشه دو هندونه رو گرفت. هر الده یا بیر الده هم میشه خود. من اینو هر میخونم ولی احتمالا بشه بیر هم خود. هر elde iki karpuz tutmak olmaz. در هر دست نمیشه دوتا کارپوز رو گرفت. Börksüz baş açık kalır. ضرب المثل بالایی رو دارم میخونم. Börksüz baş açık kalır. سری که بی کلاهه
چپلاق میمونه. آچق چپلاق یعنی کلاه اهمیت داشته دیگه، خیلی اهمیت داشته. برای اینکه سرتون مثلا چیز نمونه، سرما نخورید اینا، باید یه کلاه داشته. فکر بکنید یه زمستانه، در نتیجه باید برکسوز باش آچوق گالور، یعنی باید همیشه یه چیزی داشته باشید که خودتون رو بتونید محافظت بکنید. Bal belasız olmaz. Bal belasız olmaz. عسل بدون بلا نمیشه، یعنی نیش میزنه دیگه. شما بخواید عسل رو بردارید، ببینید عشق بدون نیش نمیشه، اینجوری هم میشه گفت. به هر حال زندگی دو نفر با هم، یا مثلا زندگی سیاسی بدون نقد نمیشه. زندگی سیاسی، رفتارهای سیاسی بدون نقد نمیشه. خیلی بسیار زیباست. کاش آدم فرصت بکنه اینها رو یکی یکی. بازار شیطان اویدیر، بازار خونه شیطان هست. خیلی زیبا، چون تو بازار دروغ میگن دیگه، تو بازار دروغ میگن، به خصوص این بازار اینترنتی که دیگه خیلی دروغ میگن. باخ باخشنی al alışını. باخ باخشنی نگاهت رو انجام بده، آل آلشنی یعنی میخوای اگه یه چیزی بخری برو نگاه کن با دقت. باخ باخشنی یعنی تا اونجا که ممکنه دقت بکن. باخ باخشنی اگر میخوای یه چیزی رو ببینی، حالا فکر میکنی میخوای بخندی یا بخری یا نخری، بفروشی، دقت بکن. باخ باخشنی تا اونجا که میتونی دقت بکن. آل آلشنی اون چیزی وقتی که حالا میخوای یه چیزی رو بخری، وقتی که نگاه کردی بخر. باغ باغبانındır. باغ یه باغبان داره. جالبه. بریم صفحه بعد ببینیم اونجا چی میگه. Kalmış ise kış kışlığın eder. Bir gün kalmış ise kış kışlığın eder. من اینو ناقص خونده بودم. bir gün kalmış ise kış kışlığın eder. حتی یه روزم از زمستون مونده باشه، در اون یه روز زمستونی خودش انجام میده. یعنی فارسا فکر کنم ضرب المثل دارن از سعدی چی، نیش اغرب از کین نیست و از این حرفا، یه چیزی در اون مایه هست. یعنی انسانی که تینتش بده بالاخره زهر خودشو خالی میکنه. کسی که منفی نگر هست، فقط منفی ها رو میبینه، اون منفی رو به هر حال وارد خون شما خواهد کرد. صفحه بعد تیکمک، بذار ببینید این tükürdüğün kimse yalamaz. ما میگیم tükürdüğün، تو ترکیه میگن tükürdüğün. نگاه کنید کلمات خیلی اصلا تفاوت معناداری نداره، خیلی به راحتی میشه فهمید که چی میگه. tükürdüğün kimse yalamaz. هیچ کسی توف خودشو لیس نمیزنه. مال خودش ولی توف نمیزنه. ببخشید، لیس نمیزنه. Tikmek erliktir. Tökülen dökülmez. Tökülen dökülmez. Tikmek erliktir. انجام دادن یک کار، ساختن یک چیزی ارلقدر یعنی قهرمانی است. خیلی این ضرب المثل ها زیباست. در زبان فارسی، حالا ما وقتی دانشجو بودیم 30 سال پیش 1370 تا 75 یه استادی داشتیم، خدا حالا اگر زنده هست سلامتش بداره، اگر فوت کرده باشه خدا رحمتش بکنه. فکر کنم که زنده باید باشه. من یه 4-5 ماه پیش حدود 30 جزوه ایشون رو دانلود کردم.
دکتر مهدی محسنیان راد. اون یه کار تحقیقات، آدم محقق خیلی جالبیه، بی‌طرف هم هست، آدم محقق بسیار جالبیه، تیم بسیار گسترده‌ای برای انجام کارهای تحقیقاتی داره، از دانشجویان استفاده می‌کرد. منم در یکی دو تا کتاب اون، تحقیقات اون اشتراک داشتم، انجام دادم، جایزه هم گرفتم ازش، هم پول میداد برای دانشجوها برای کارهایی که پول خوبی هم میداد انصافاً، برای کار تحقیقاتی که برای دانشجوهاش رو میفرستاد، برای کارهای تحقیقاتی پول خوبی میداد انصافاً. و همچنین در کتاباش اسم کسایی که باهاش شرکت کرده بودن رو می آورد، برعکس بسیاری از استادان دانشگاه که یه کار تحقیقی دانشجو میره انجام میده، اسم استاد اول باید بیاد بعد به همکاری فلان. اینجوری نیست. این بنده خدا دکتر مهدی محسنیان راد و علاوه بر این یک جایزه بسیار نفیسی هم میداد برای اون دانشجوش که منم اونجا بودم. اتفاقا یک خودنویس مارکر بسیار گران قیمت و بسیار هنرمندانی رو هم به من هدیه داده بود که همیشه این رو همراه خودم داشتم تا روزی که پلیسا در جلوی دانشگاه تبریز حدود 20 پلیسمن رو میزدن. در اونجا من این قلم رو در آوردم و این پلیسا رو میزدم، با اینکه شکایت کرده بودن که این با چاقو من رو زده بود. جالبه که بدونید این خودنویس رو پلیسا گرفتن و هیچ وقت تو پرونده نیومد، این رو مال شخصی خودشون کردن. حالا من دیروز شنیدم که اداره اطلاعات پلیس تبریز رو که در خیابان صائب هستش با 3 ریز پرنده میگن در ایران دیگه، حالا من اینو چی بگم، درون، با 3 درون مسلح منفجر کردن. من افسوس خوردم چون من اونجا پلیس های اونجا، اون اطلاعاتی های پلیس شکنجهگران بسیار حرفه‌ای قداری هستند و من از اینها، از اون 20 نفر اسمشون رو میخوام، قطعا یه روزی انشالله آذربایجان مستقل بشه این اسمشون رو میخوام، ولی یکی از اینها حتما باید محاکمه بشه و مجازات بشه. اسمش روستایی بود، سرهنگ بود اگر اشتباه نکنم، سرهنگ روستایی. جالبه که فامیل های این همشون تو محله ما زندگی میکردن، خود اینم فکر میکنم تو محله ما زندگی میکرده یک زمانی. به هر حال نمیدونم چرا این ضرب المثل رو این داستان رو حکایت کردم. حالا بریم صفحه بعد. یک ضرب المثل دیگه. Türkmen kötüdür. Kötüdür. Gede düzülür. Türkmen kötüdür. Gede düzelir. ترکمان یعنی ترک، انسان ترک. ترکمن اصلش ما ترکمن هستیم هممون، ولی حالا به تدریج شده ترک. ترکمن احتمالا انسان ترک هستش، به این معنی هستش. ترکمن چöçüpdür. ترکمن مثل ما که از وطنمون کوچ کردیم، البته ما که نخواستیم کوچ بکنیم، از جانمون رو از اعدام و زندان نجات بدیم. بسیاری از کسایی که در این کشورهای دیگر ساکن هستن به خاطر اینکه در وطن اشغالگران وطن اجازه ندادن ما در وطن خودمون بتونیم استعدادهای خودمون رو علنی بکنیم، آشکار بکنیم. برای همین مجبور شدیم بین مرگ و زندان و زندگی یکی رو انتخاب بکنیم و مجبور شدیم که ترک جلای وطن بکنیم. ترکمن چöçüpdür. این رفته گده در حالی که داره راه میره، düzelir یا düzülür
راست میشه هر چیزی براش خودش. اینم یک صفحه از این صفحه. بریم از یه صفحه دیگه. Çarığında əsirgin dola əsirgin ya əsirgin dola dolağında tapar. Çarığında əsirgin dolağında tapar. من اینو خیلی نمیدونم، چون الان دیگه مثلا پدر من اگه زنده بود این رو به من معنی میکرد که به معنی چی هست. چارق میدونیم که قبلا خب همه نمیتونن کفش بپوشن، به جای کفش که مثلا امروزه هستش در گذشته بوده، در تاریخ هم این کفش به این شکل بوده ولی مال اعیان بوده. فقرا، دهقانان، چوپان ها و اینها بودجهشون نمیرسید برن اینجوری. اینها چرم رو یه جوری میدوختن مثل جوراب مثلا پاشون میکردن، بعد این یه جورابی میپوشیدن، جوراب نخی یا نخی که نبود، چیز بود بیشتر پشمی، جوراب پشمی میپوشیدن، کلفت و چیز رنگی خیلی زیبا میبود اون زمان ها. بعد این چارق نخهای بلندی داشت که با این جوراب رو میبستن و از روی جوراب، حالا شلواری که میپوشیدن برای اینکه ماری چیزی اینها رو نزنه یا به جایی بالاخره تو صحرا هستن دارن دشت و کوه و دمن راه میرن خار نره، سنگ چیز نکنه و حتی مار و اینها نیش نزنن، چون که بعضی از مارها وقتی نیش بزنه مثل از شلوار ما، خب این نیشش میتونه فرو بشه به گوشت ما و بمیریم. اما وقتی روی این مثلا یه جوراب کلفت بپوشید، روی شلوارتون بکشید، همین شلوار که به پا میکنیم روش یه جوراب بپوشین کلفت پشمی و بعد روی این یه چیزی رو، یه پارچه‌ای رو چند بار هی همینجوری بپیچیم، مثل اینکه یه زخمی هستش. این رو از پایین از مچ پا شروع میکردن میبستن تا بالا، حتی این رو از زیر پا، یعنی خود پا اینجوری میکردن، میومد از مچ پا اینجوری میآوردن بالا که وقتی این برف میرفت، آب میرفت توش، یه مقدار مقاومت بکنه، نگه داره. و همچنین اون سنگ خاری که پاشو میذاره روش با چارق، اینها هم خیلی پا رو اذیت نکنه، گوشت پا، استخوان پا رو. و عرض کردم بیشتر برای این بود که این ساق پا رو تا یه جایی، ساق پا رو از گزندگی مار و عقرب و اینجور چیزا که در گذشته خیلی زیاد بود مسئول نگاه داره. بعد از اینکه این کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی اومد و تراکتور پیدا شد، نسل مارها از بین رفت، یعنی به اون میزانی که در گذشته بود دیگه نیست الان، به خاطر اینکه این سموم اینها رو از بین میبره. نه تنها اینها رو، بسیاری از حیواناتی که در گذشته بودن و طبیعت رو متنوع میکردن، بیماری ها رو کنترل میکردن، همه الان از بین میره. نگاه کنید مثلا این یه چیزی که ما میگه فاطمه ننه، سلام علیکم، علیکم سلام، یه چیزی که ما میگیم فاطمه ننه، این برای هر الان این رو در بسیاری از کشورهای صنعتی به جای اینکه برن دارو بگیرن، سم بگیرن، درختان رو سمپاشی بکنن که میوه سالم بمونه، میان از این فاطمه ننه ها کیلو میخرن، میارن تو این مزرعهشون، تو این باغ مسقفشون رها میکنن که این چیزها رو بخورن. این بیماری هایی که روی این درختان و میوه ها هست اینها رو میخوره و چیز میکنه. خب ما اینها رو به خاطر این سموم و تراکتور و دیگر چیزایی که الان وجود داره، بسیاری از حیوان ها که موش ها رو میخوردن، نمیدونم چیزها رو میخوردن، همه اینها رو از دست دادیم متاسفانه. ضرب المثل های بسیار زیباییه و ضرب المثل ها عرض کردم یه حاصل تجربه و خلاصه چکیده افشوره
چند نسل تجربه هست. یه چیزی گفته اینجا، حمامه گیرن ترلم اینجا çıkmaz. کسی که حمام میره تا عرق میکنه از حمام بیرون نمیاد. نگاه کنید وقتی وارد میدان میشید، میدان یه کاری میشید، تا اون کار رو تمام نکنه نباید کار رو ترک بکنه. یکی اینه. حلوا دمگینن آغاز شیرین olmaz. با حلوا کردن دهن آدم شیرین نمیشه. باید چیکار کرد؟ باید حلوا رو خورد، باید کار رو انجام داد. من این کارو میکنم اون کارو میکنم، کار انجام نمیشه. برای اینکه کار انجام بشه باید وارد کار شد و کار رو انجام داد. حکیم اولدور باشینه gelmiş ola. حکیم کیه؟ چه از نظر طبی که از نظر فلسفی. حکیم کسی هستش دانا، کسی هستش یا طبیب، کسی هستش که به سر خودش هم اومده باشه بفهمی که این بیماری واقعا چیه، درونش باشه. این خیلی حرف جالبیه. حکیم اولدور باشینه gelmiş ola. کسی که بلا رو چشیده باشه میتونه بلا چشیده رو درک بکنه، دردش و بیماریشو. حال بیلن کاملدür. کسی که از حال انسانها سر در بیاره، متوجه حال انسانها باشه، اون انسان کاملی هستش. بریم صفحه بعد هم یکی دو تا از ضرب المثل از اینجا بخونیم. قبلا در چند صفحه اول شماره گذاری کرده بود سطرها رو، دیگه ولش کرد، شماره گذاری نمیکنه، برای اینکه تو هر سطری ممکن بود 2 تا 3 تا ضرب المثل ترکی بنویسه. اینجا دیگه اصلا شماره گذاری نمیکنه و چی میکنه؟ خیر alstünün ügüne خیر gelir. خیر isteyenin önüne خیر gelir. خیر isteyenin اینجا کاف ها رو نون باید بخونین. خیر isteyenin önüne خیر gelir. کسی که نیتش خیر باشه، ارادش خیر باشه، با خیر روبرو میشه. این خیلی حرف بسیار جالبیه. کسی که خیر اراده بکنه، دنبال خیر، کار خیر باشه یا فکر خیر بکنه در مورد خودش و دیگران، کارهایی که براش اتفاق میفته، کسایی که باهاش مواجه میشن هم مجبور میشن خیر دیده بشن، خوب دیده بشن. میگه huyun bilinmeyen itin ensesine düşünmez gerek. اگه به خیلی مسئله جالبیه. اگه یه سگی رو نمیشناسید که چه خوی و خصلتی داره، نباید دنبالش بیفتید. ممکنه برگرده تکه بارتون بکنه یهو. ممکنه که الان خب حالش خوبه ولی شما نمیشناسید. این اتفاق برای یکی از نزدیکان من افتاد. همسایه‌شون در این محله ما، نزدیک ما، یک خانم یه سگ بزرگی داشته. این سگ خیلی مهربان بوده در ظاهر. این آشنای ما میره نزدیک اون خانم میگه نترس، این چیزه فلان. اینم میره چشمای سگ زل میزنه، سگ برمیگیره این دستشو گاز میگیره. خب اینو میخوام بگم، خویون بیلمدقین، انسانی رو که نمیشناسید اخلاقش چه شکلیه، در چه شرایطی چه رفتاری از خودش نشون میده، نباید خیلی بهش اعتماد بکنید. خیلی حرف جالبیه. خویون بیلمین ایتین انسسینه، انسه پشتش düşülmez gerek. düşülmez gerek. یعنی حالا اینو من نمیتونم دی بگم، یعنی که نباید پشت سرش راه بیفتید. کسی که خوی و رفتار اون رو نمیدونی که در چه شرایطی چه رفتاری خواهد کرد، نباید پشتش راه بیفتید.
اینم جالبه، خطا insandan baş örer. خطا مخصوص انسانه، باید گذشت کرد، چون انسان خطاکاره. خطا insandan baş urar یعنی از انسان در میاد، انسان خطاکاره. یه چیزی گفته خاین iki dünyanın merdududur. Hain iki dünyanın merdududur. خاین در هر دنیا مردود هستش. حالا این دنیا رو بذارید هم آخرت هم این دنیا، چون اونجا رو ندونستیم، ولی اینو میتونید بگید در هر جامعه ای، هم با جامعه ما هم جامعه بغلی همسایه ما، اینو میتونید به این شکل هم ببینید. خوشلقی زحمت دیرور. اگه میخواید خوش و خوشحال باشید باید زحمت بکشید. خوشلقی زحمت دیرور. دیرور یعنی زنده نگه میدارد، دیری توتور. مثلا خوشلق رو اگه میخواید تو عمرتون خوش باشید باید زحمت بکشید براش. احتمال میدم این خرس باشه، فکر میکنم خرس ایلن جوالا گیرمه قلمز. نمیتونید با خرس وارد یه جوال بشید، وارد یه مثلا یه خونه قفس بشید، نمیتونید، میخوره شما رو. فکر میکنم خرس باشه. خرس ایلن جوالا گیرمه قلمز. خراب olmayınca آبادان olmaz. مادامی که خراب نشه آباد نمیشه. نگاه کنید خیلی خراب olmayınca آبادان olmaz. مادامی که خراب نشه آباد نمیشه. من اینو از نظر سیاسی معتقدم به این. ببینید هر جنگ های بزرگ مثلا جنگ سلطان فاطمی، مثلا مثل جنگ عرب ها با غیر عرب ها، مثلا ایران امروز، فارس ها مثلا بگیم، تمدن و تمدن فکری به خصوص و تمدن مادی بعد از این جنگ به ایران اومد، به ایران امروزی، به نقاطی که ایران امروزی گفته میشه. بعد از این جنگ تمدن به وجود اومد، چون که هر جنگی، نگاه کنید الان جنگ بین ایران و اسرائیل و اینها، آمریکا و غرب و اینها با دنیا، این یه ویرانی میاره قطعا. ایران ویران میشه، افغانستان ویران میشه، سوریه ویران میشه، لیبی، سومالی، فلان، اینها ویران شدن. ولی از داخل این اون نسلی که از اینجا متولد میشه در این جنگ ها، اون یه فکر دیگری خواهد داشت، یه جهان دیگری خواهد ساخت، یه امنیت دیگری تعریف خواهد کرد، یه جهان دیگری رو تعریف خواهد کرد، یه جهان دیگری خواهد ساخت. بعد از جنگ‌های صلیبی اروپا ساخته شد. اروپای امروز، یا چی میگن این نهضت بیداری غرب رو، حالا یادم رفت، این رو بعد از اون جنگ‌های صلیبی و آشنایی با تمدن مسلمان‌ها غرب شد. توسعه اروپا و جهان اسلام از نظر مادی و سلاح و تخصص‌های بعد از جنگ فتح قسطنطنیه یا فتح استانبول بود، چون که در اینجا بود که فرمانده جنگ در عرض
30 روز توپ‌های بسیار بزرگی رو در همون جبهه میگه میسازن و این یه تکنولوژی جدیدیه. توپ شاهی اینها رو در اونجا میسازن که حالا یه تکنولوژی جدید، مرحله جدیدی وارد میشه از اون جنگ به بعد از جنگ جهانی اول به یه مرحله وارد میشیم، چی ملل درست میشه و بعد از جنگ دوم اصلا جنگ دوم جهانی جهان تغییر میکنه و کل چیز میاد مستعمره آمریکا میشه و حالا افغانستان رو گفتم و ایران هم به زودی ویران میشه و از دل این ویرانی یک منطقه دیگری زاده میشه که مثل سابق نخواهد بود، نه ایرانی خواهد موند و نه این فرهنگی که در اونجا هست و نه این زبان و نه این نوع نگاه دینی و غیر دینی خواهد، هیچ کدوم نه، همه تغییر خواهد کرد. چون جنگ ها پیروزی ها و شکست ها حاصل دو نوع تفکر، دو نوع تمدن مادی و فکری هستش که در تقابل هم هستن. اینی که شکست میخوره بعد از شکست میگه آقا چرا من شکست خوردم؟ اگه این چرا شکست خوردم رو نپرسه از خودش، مثل ایران که فقط توهین میکنه به عرب ها و مغول ها و نمیدونم اینور و همه جای دنیا رو مقصر میدونه، حرکت نمیکنه. ولی وقتی بپرسه من چرا شکست خوردم، چرا اینجوری شدم، چرا نتونستم دفاع بکنم، چرا نتونستم شکست بدم و شکست خوردم، این یه جهان دیگری معنای درکشو از دنیا تغییر میده، جهان رو تغییر میده. چون جهان تغییر نمیکنه، جهان مادی هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. این فکر شماست که وقتی فکر شما تغییر میکنه، جهان رو بر اساس این تغییر فکرتون میبینید و تغییرش میدید و میسازید. جهان مادی تغییر نمیکنه، جهانی درونی شما، نوع نگاه شما، نوع تفسیر شما از جهان، نوع تفسیر شما از زندگی و هستی خودتون و بچه هاتون به شما معنی خاصی میده که جهان رو تغییر میدید. میگه که یه مسئله دیگری هم هست، میگه خوبلرده وفا اولماز. واو، خوبرویان در چیز هست، فکر میکنم یه چیزی خوبرویان وفا مجویید، یه چنین چیزی در فارسی هم باید باشه. خوبلرده وفا اولماز، خاطر galsın gönül kalmasın. Wow, hatırı kalsın gönül kalmasın. یعنی اینو نمیتونم ترجمه بکنم، نمیدونم چرا. میتونم بفهمم چی میگه، حس میکنم که چی میخواد بگه، ولی نمیتونم ترجمه بکنم. خاطر kalsın gönül kalmasın. نتونستم اینو ترجمه بکنم، یه احساس در من. یه ضرب المثل هم اینجا هست، میگه davaçının gazi olsa yardımcın Allah'tır. اگر کسی که حالا دعوا میکنی و طرف قاضی باشه، با یکی تو خیابون مثلا داری رانندگی میکنی، بگی ماشین تصادف کردی از کجا؟ اون رئیس پلیس بود یا مثلا قاضی دادگاه بود، نمیدونم رئیس استاندار بود، رئیس جمهور بود، میگه که یاردمچون الله دور. دیگه تو اون حکم میده، دیگه حکمو میده، دیگه یاردمچون الله دور. تنها کسی که میتونه به تو کمک بکنه الله هستش دیگه.
اینم جالبه، یعنی همهشون جالبن. گفتم خلاصه یک چند صد سال تجربه است. Düşman seni daşlasın, sen düşmeni işlesin. دشمن تو رو سنگ میزنه، به تو ضربه میزنه. دشمن به تو سنگ میزنه. دشمن seni daşlasın. دشمن به تو سنگ میزنه، ضرر میزنه، آسیب میزنه. sen düşmeni işlen. تو دشمن رو sen düşmeni işlen، یعنی تو دشمن رو کار بکن روش. من حالا میتونیم اشکلن هم بتونیم بخونیم اینو، ایشلن هم بتونیم بخونیم، یا بله من اینجوری میخونم، حالا احتمال میدم. تو باید روی دشمن کار بکنی. دون گیننindir، at minenindir. خیلی زیبا. لباس مال کسی که پوشیده باشه، اسب مال کسیه که سوارش شده باشه. این در فارسی میگه گیرم که تو را پدر هست فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصله ها. دون گیننindir، یعنی اگر میخوای رفاه داشته باشی باید به دست بیاری و زندگیش بکنی، و الا پدرم اینجوری بود و نسلم اینجوری بود و اینا. الان ما از نظر سیاسی اگه بخوایم اینو بگیم، حکومت در ایران مال کیه؟ فارساست. دون گیننindir، یعنی این حاکمیت الان دست فارساست. سرزمین ما تحت اشغال فارساست، مغز ما تحت اشغال فارساست. چرا؟ چون اونها مسلطن بر ما، اونها حاکمن بر ما. آت میننindir، همین دیگه، هر کی سوار شده باشه اسب مال اونه، میتونه هر جوری بخواد بدوونه یا باش انجام بده. حالا فارسا سوار بر اسب سیاست و اقتصاد و قدرت و نظامی و اردو و سلاح و قانون و مجلس و زندان و دادگستری و همه اینا هستن. هر چی بخوان سر ملت‌های غیر فارس میارن، چون که اینها نه اون حقشون رو که فکر میکنن، حقی وجود نداره در دنیا. اون چیزی که من فکر میکنم لایقشم باید زندگی بکنم رو دنبالش نیستیم، از دست دادیم. اونی که فکر میکرده اون گرفته. بریم صفحه بعدی. البته تقریبا 1 ساعته که من این کتاب رو شروع کردم، فکر کردم میتونم یه کتاب دیگری رو هم باز بکنم، ولی نه، واقعیت اینه که من الان 1 ساعت و 3 دقیقه است که این کتاب رو شروع کردم. این کتاب بعدی، Değirman nöbet ile yügünür. Değirman nöbet ile yügünür. همین امروز هم شما وقتی میرید یه کاری رو انجام بدید، تو بانک باشه، اداره باشه، شرکت باشه، نمیدونم نانوایی باشه، بقالی باشه، بلیت میگیرید برای سوار بشید برای اتوبوس یا مینیبوس یا نمیدونم قطار و هر چی، هواپیما، تو صف وای میست با نوبته. میگه که دگرمان نوبتی ننگونر، کار هر کسی بر اساس اون ردیفی هستش که درش ایستاده. در کجا هستی؟ اگر اولین آدم باشی کارت پیش میره، دومی باشی باید منتظر بمونی یه مقداری، آخری باشی باید خیلی منتظر بمونی. این از نظر سیاسی ما اینو نگاه باید بکنیم. این ضرب المثل ها رو نگفتن که فقط همین دیرمان یونر. حالا این من چرا نمیدونم، این آرد رو ما میبردیم تو دیرمان یعنی آسیاب، اینو چیکار میکردیم؟
حالا ترکیش چرا ذهنم نمیاد، این فکر میکنم همین یویوتمک آرد کردن، یوگونور burada da یوگونور yazmayın، یوگونور فکر میکنم این باشه. حالا یه دوستی دارم، کاش اینجا بود میپرسیدم ازش که هر از گاهی میاد یه سلامی میده میره. صفحه بعد بریم صفحه بعد، چون دیگه من الان نصف کتاب رسیدیم، 1 ساعته. من برم آخر، صفحه آخر رو نگاه بکنم ببینم چی هست. از این صفحه هم 1-2 تا بخونیم ببینیم چی هست. یخسلون گومی اولمز، کسی که فقیره دوست آشنا و فامیل نداره. یخسلون گومی اولمز، گوم یعنی طایفه دیگه. متاسفانه یه حقیقت بسیار تلخیه. اگر شما دارای ثروت باشید، وقتی عروسی بکنید، یه جشنی بذارید، یک نمیدونم خدای نکرده یه عزایی داشته باشید، همه میان و همه کمکتون میکنن، چون انتظار دارن از جایی که گاز میاد نباید مرغ رو چیز کرد. اینو من اخیراً در یک ویدیو از ترکیه دیدم. یه رئیس ایلی داشت دخترشو عروس میداد، تمامی این ایل اومده بودن با طلاهای 18 کیلو طلا روی این دختر آویزون کرده بودن. مجموع پولی که در اونجا جمع شده بود به چند میلیارد لیر میرسید. چون وقتی شما پولدار باشید، ثروتمند باشید، همه یه طمعی به شما دارن. در مقابل این طمع اظهار ارادت میکنن، همه میخوان دوست شما باشن، فامیل شما. اما خدای نکرده اگه ورشکست بشید، یکی از دوستان ما این اتفاق براش افتاد، حتی احتمالاً برادر و خواهر و نمیدونم دایی و عمو و خاله و اینها هم شما رو دیگه فراموش بکنن، ترکتون بکنن. اینو میگه، خیلی زیبا میگه چقدر این آدم زحمت کشیده. چی من راستش بخوای ضرب المثل ها رو خیلی دوست نداشتم، ولی این کتاب من رو با ضرب المثل خیلی آشنا کرد. یعنی من ضرب المثل هایی که دوستان ما هر از گاهی اینجا و اونجا می نویسن و میگن رو اصلا نمیپسندیدم. حالا اینو میخواستم بگم، اون دکتر یادم رفت بگم چرا اون رو آوردم. دکتر مهدی محسنی راد یک کار تحقیقاتی انجام داد روی ضرب المثل ها در ایران امروزی، در فرهنگ فارسی، و که علت عقب ماندگی ما چی هست، به اینو بررسی بکنه در زبان، در فکر و زبان چند نسل ایرانی ها که در ضرب المثل ها دیده میشه. یعنی ما بخوایم چند نسل یک جامعه رو، یک ملت رو بررسی بکنیم، کجا میتونیم بررسی بکنیم؟ اینا مردن رفتن. مثلا شما میخواید الان 10 نسل ایران رو یا فارسا رو یا ترکای آذربایجان رو، ترکمن رو، قشقایی رو بررسی بکنید. کجا میتونید بررسی بکنید؟ 2 جا. یا باید برید کتاب‌های اینها رو ببینید که این کتاب‌ها خب مال 1-2 نفره، هر کس این کتاب رو نوشته فکر مال اونه. درسته که از اون جامعه اومده، اما چقدر اون جامعه با این فکر همراه بوده نبوده این مسئله است. یکی اینه کتاب‌ها رو بریم که عرض کردم چجوری. یکی ضرب المثل ها شیره تجربه 10 نسل یک جامعه است. این دکتر مهدی محسنی رو اومده بود گفته بود که ببینیم که علت عقب ماندگی در ایران چی هست. این رو تو ضرب المثل ها بررسی کرده بود، کتابش هم چاپ کرده. متاسفانه من این کتاب رو جستجو می‌کردم نیافتم که دانلود بکنم. مفتی
ولی دیدم که مقاله هاشو خودش گذاشته، مقاله های 30-40 تا مقالهشو خودش گذاشته بود. من اینها رو دانلود کردم، اکثرشو خوندم، چون آدمی که علمی کار میکنه. یکی از این کتاب ها مربوط به این ضرب المثل هاست. این در کلاس که به ما درس میداد اومد گفتش که مثلا من الان دارم عدد رو میگم دیگه، میگفتش که آقا در ایران کار کردن منفیه، تفکر کار کردن منفیه در زبان فارسی. این در چند نسل، کار مال خره، کار مال تراکتوره. میگفتش که مثلا از میان، مثلا ببخشید، در مضمومیت کار و فعالیت و رفاه و به دست آوردن پول و ثروت، نگاه کنید اینها به هم ارتباط دارن دیگه، در انجام دادن کار، به دست آوردن پول، خود ارزش پول، رفاه و اینجور چیزا. میگفت مثلا میگم 630 تا ضرب المثل هست که مضمون میدونه این کارها رو. پول کف دسته، کار مال خره، نمیدونم. حالا میگفتش که در مقابل این 300 و خورده 600 و خورده ضرب المثل منفی که میگه کار نکن، کار کردن بده، عشق تو بکن، الان چیز بکن، میگفت که در مقابل مثلا میگم 3 تا 4 تا ضرب المثل هست که میگه کار امروز رو به فردا مگذار. این خیلی محدود. یعنی این نشون میده که فکر این جامعه در مثلا 1000 سال گذشته همین بوده، ضد توسعه است، ضد ثروت، ضد کار، برای همین نگاه کنید امروزه در ایران کار رو با کار و تولید و زحمت نمیخوان پولدار بشن، همه سر اون یکی کلاه بذارن، نمیدونم بورس رو بریم، حالا بورس رو بالا میبرن، دروغکی مردم رو میبرن اونجا، پولاشون رو یه سبه میکشن، این میلیاردها، صدها، ده ها میلیون انسان پولشون یه شبه نابود میکنن که یه چند نفر ثروتمند بشن. چرا؟ چون کار و زحمت ارزشی نداره، ضد ارزشه، اصلا کار کردن ضد ارزشه. ما چرا میریم مثلا خیلی تو ایران همه علاقه دارن برای کارمند دولت بشن؟ برای اینکه میگه کار کردن سخته. چرا مهندسان نمیرن کار بکنن؟ میره داره رفته دانشگاه درس خونده، تخصص گرفته که بره کارگری بکنه، مهندسی بکنه، ولی این میاد چی؟ مدیر میشه. چرا دکتر میره نماینده مجلس میشه؟ چون کار ضد ارزشه در ایران. این رو اون استاد ما میگفت. Yürük at, eğrisin artırır. چی؟ نمیدونم این چی میشه. Yürek at, eğrisin artırır. من اینو یورک میخونم، یعنی اسبی که یورک میره، 4 نعل میره، اگریسین آرترور. نمیدونم این کجیشو زیاد میکنه، اینو متوجه نشدم چون نمیتونم بخونم. اگریسین یه چیزی اینجا نوشته که نمیتونم دقیقاً بخونم که معنیشو بفهمم. بریم یکی دو تای دیگه هم بخونیم و این رو، با اینکه این کتاب خطی هست، دست نوشته هست، ولی من تونستم اکثر این ضرب المثل هایی رو که باز کردم بخونم. Yoksul macı olunca şekeri canının alır. Yoksul macı olunca şükrü canın alır. Yoksul ihtimalen این بای باید باشه. Yoksul بای olunca şükrü canını alır. فقیر، آدم فقیر، یخسول کسی که نادارا هستش، چیزی نداره،
فقیره. یخسول بای اولونجا یعنی بی، یعنی به پول برسه، بی بشه، سری در میان سرها در بیاره. شکری جانان آلور، خیلی زیاد شکر میکنه. پاشا اینو دیگه نمیخونم. املاله پادشاه مال یعنی etkilendet komünitetiz. Yaman yaxşı olmaz. کسی که بده، یامان دو معنی داره در زبان ترکی. یکی اینکه خیلی زیاد، به معنی خیلی فلان کس یامان آدامده، یعنی که مثلا یامانده، یعنی خیلی بده. این به این معنی هست. یامان vuruşçudur، یعنی خیلی جنگنده هست. یامان ییcidir، یعنی خیلی پرخوره. پرخور نیست، خیلی خوب میخوره. مثلا یامان işleyendir، یعنی خیلی پرکاره. اینجوری. یامان yaxşı olmaz، پیس بد خوب نمیشه. کسی که ذاتش بده خوب نمیشه. Evsiz yar yarsız kalır canda, eypsiz yar alırsan. Yarsız kalır cahanda ihtimalen. Yarsız kalır cahanda, eypsiz yar alıpsan. Yarsız kalır cahanda. در جهان بدون یار بمونی، موندن، yarsız kalır cahanda، اگر دنبال یار بدون عیب باشی. اینجوری باید باشه. yarsız kalır cahanda، بدون یار رو همراه میمونه کسی که در جهان، کسی که عیبsiz یار استیان، احتمالا اینجوری باید بخونیم، استیان باید بخونیم، یعنی اگر یار بدون عیب، دنبال یار عیب بدون یار بدون عیب بگردی، بدون یار میمونی در جهان. یعنی هر کسی عیب داره آقا. ما متاسفانه وقتی عاشق یکی میشیم، این شاعری داریم خدا بیامرز، مرحوم کریمی مراغه‌ای، یه شعری داره میگه که داره یارش رو توصیف میکنه: وقتی جوان بودی این خالت برای من یه معنی دیگری، الان مثل زهر این خال، حالا که مثلا دیگه دل زده شده و اینها. ما وقتی عاشق یکی میشیم عیبهاشو نمیبینیم، اون چیزهایی که به نظر در ظاهرش و اینا یا در اخلاقش وجود داره برای ما قابل قبوله چون دوستش داریم. وقتی که عادت کردیم بهش، اون عیبها خودنمایی میکنه. خب کتاب تموم شد. من فکر کنم همینقدر کافی، 1 ساعت و 18 دقیقه کافی هست. روزتون بخیر. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. اسم کتاب رو هم که دیگه نفهمیدیم چی بود، همین که خودشون گفتن، آتاباباlar sözü امثال ترکی یوسف آخونار. نویسنده اسم نویسنده رو اینجا آورده یوسف آخونار. ما این رو ندیدیم، من ندیدم، هم آخر کتاب رو دیدم هم اول کتاب رو دیدم، این رو ندیدم. احتمالاً اینجاهایی باشه که من نتونستم بخونم یا در میان اینها باشه، نمیدونم. اینجا هم یه دستی بود که حالا این بندهای انگشت رو چیز کرده بود که من دیگه اینها رو هم نمیدونم چی به چی هستش، که مجموعش 100 هستش هر کدوم اینها. خب روز بخیر و